روز 9 آگوست سال 2022 در شهر کولوب مراسم ودا با اصلدین دوستیف ژورنالیست شناخته تاجیک و برادر مؤسس افتانومه SSR سیوف میزروب دایر شد. همکسبانش تابوت اصلدین دوستیف را در سن میدان گذاشته هر کدام در وصف خدمت‌های او سخنرانی کردند. در دست اهل مراسم نشریه‌های SSR با عکس ژورنالیست مرحوم دیده میشد. یک روزنامه با عکس اکای اصلدین را در روی تابوتش نیز گذاشته بودند. سروشای فرخشاه ژورنالیست شناخته مقیم کولوب از جسارت اصلدین دوستیف در برداشتن مسئله‌های داغ یادآور شده و گفت او دست به مسائل میزد که حتی در پایتخت از گفتنش میترسیدند. سیوف میزروب برادر اصلدین دوستیف از آن یادآور شد که به مرحوم چندین بار مقامات منصب‌ها پیشنهاد کرده بودند تا با گرفتن یگان کرسی قناعت ورزیده از گفتن درد مردم دیگر دست بکشد، ولی او به سخن و به مردم خیانت نکرد، وظیفه نگرفت و به گفتن حرف حق تا دم مرگ ادامه داد. گفت سیوف میزروب. اصلدین دوستیف روز 8 آگوست سال 2022 در سن 64 از عالم چشم پوشید. به گفته نزدیکانش اکای اصلدین 4 روز قبل به علت سوراخ شدن معده‌اش بستری شده بود و بعد جراحی خود را خوبتر حس میکرد، ولی نیمه دوم روز 8 آگوست قلبش به طور ناگهانی از تپیدن باز ماند و این استاد ژورنالیستان منطقه کولوب خداوند شایسته جنت گرداند اکای اصلدین. روانت شاد و آخرتت آباد باد.